یک چی مسلم است برادرای عزیز. ای شیر بچه میبروید، ای مور بچه. با خدا قسم میدم این جوان مردایی که زندگی میکنم همه همی را ببینه خود پدرشون تایی ایگیتا پدر با غیرت های بچه دیده است یاد گرفته و اون کنست که مرده را بور ششم کن و پدرشم تاییه کل شیء یرجع الی اصله. حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از سرورای مردم انصار است. این سردار قبیله خزرج بود. یک پهلوان شاهسوار لیچنی تلخرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جنگ بدر هم در جنگ احد. و خیال میکنم که کفایه برای معرفی همی جدی یک بزوله بود است بسیار صاحب جمال و دولت خداوند داد استش. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه منوره اومد گفتن که حضرت در قبا حرکت کرده است مدینه میدروه. او وقتا قبا از شهر بیرون بود حوالی مدینه حساب میخورد. این برای جای حضرت درست کردن میرود یک خونه برای حضرت تیار میکنه تا میوید که ابو ایوب انصاری شستریکی میکنه خرجینا و باری حضرت میگیره خونش میبره. وای اومد که یا رسول الله من جا تا آموزه کرده مرحمت. گفت این ابو ایوب وقتی چکانی کرد المرء مع رحله شخص باید همراه همون بارو پتکش بروه. ما الحمدلله خدا برکت بده بابای رئیس حکمت الله را در همین خونه همین کسی برون نمامو جان اخی خویده همیه. گفت اکه من ایرا دماغش نمیسوزم خصوصا که ابو ایوب انصاری از بنی نجار بود با پیامبر صلی الله علیه و سلم قرابت کشتواری داشت. اینم دیگر کاری ناخوب شده نیونستا نکرد دست پیشی برپرد هر بگه همین مرد خدا یک طبق سرید پیش پیغمبر میفرستاد. سرید این همی بگیم همی خامشوروی خدمه دارن خراک که گوش دارن نونش ریزن بکنن که حضرت تیار میکرده است نون ریزن میکرده است طبق سریدش می اومده است به پیش حضرت. خوب حضرت در خونه ابو ایوب انصاری باشه خوب یک جا دعوت شده باشه حتما می اومده است. ابو ایوب میگفت که با شرافت همین مرد خدا فرزندکوی ما هم شکم شو سیر بشید همون تبرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرفته می آورده میخوردن. ببینید همین را قسم میکنم میگم پدرشم خیلی هیت به دست آورد. در زمان جاهلیت مرده است اما عباده هر کسی که شهری اصلی می اومده است حتما نون تو آمی مردک همه خورده دایم دیگش می جوشیده. همه عشیر شیر بچه هم بشنوه. همه حضرت سعد ابن عباده یک پسر داشت با نام قیس ابن سعد. این صحابی پیغمبر از همون یوشیش هم بچهش هم میگرفت دایم وقتی پیش حضرت می اومد بدر اومده است. حتی بار حضرت نگه دیدش که دست پسرش در دستش در اومد ایوش خیست گفت مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار خوش آمده انصاری های محترم خوش آمده. و میگه گرفت در پهلوک شناندش و حضرت گفت انا من الانصار ما هم یک نفر شما ما هم انصاریم انا من فراخ الانصار ما هم همی چوجعکای انصار رو. و حضرت سعد ابن عباده گفت که یا اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنی. ای حبیب خدا گفت خداوند تو را مکرمت بگردونه همیشه که تو ما را احترام کردی مکرم داشتی. حضرت گفت این الله اکرمکم قبل کرامتی. این اکرام و عزت خدا برای شما داده است که پیغمبر خدا را شناخته آوردینش چون گهواره که چشم نگاه میکنه حتی باروش میگه بشارت داد اینکم سترون بعدی اثره ولی بعدی مردن من بلای سر شما مشقت ها می آید فصبروا صبر کنید تا اینکه مرا در نزد حوض کوثر ملاقات کنید. همین قیس میگه مردک شید پهلوان آخه پهلوان میگوید بسیار شیر بچه بود. در زمان جنگای حضرت علی از جانب حضرت علی جنگ کرده است. یکی ای سرلشکرا بود یکی ای کماندیرای کلون بود. حضرت علی حتی ولی مصر تعیین کرد همین قیس در شجاعت جوانمردی همتا نداشت.
خداوند با همه خداوند هم نعمت چه با هم جوان مردم بیتاو همه که نعمت داشته است که یکی ایبویترین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حساب یک سال در هنگام حج در موسم حج اگر خلاص شده است حاجی استا پراکنده شدستیان این مکه یک گروه حاجی ششتگی بحث شو می شود که در میان صحابه پیغمبر از همه سخاوتمندترین کی باشه باز اینا شرایط بعضی‌ها میگن که عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه پسر حضرت جعفر طیار جیان حضرت علی را نام میگیرد. حضرت عبدالله ابن جعفر هم بسیار جوانمرد بود، بسیار مقصد تری ایگید بود، با غیرت بود. همون دلدل قصهش شنیدگیه ها. ما مایده بودیم رحمتی پدرم میگفت خدا رحمتش کنه میگفت دلدلی انا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جنت میروه و خیال میکرد اسبای این بعد که میخونیم این دلدل اصلا دست خچیر بده خچیر همون اسبی را میگن که پدرش خرای او چشم بیتال خچیر بده است همین خچیر بعد که حضرت صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت حضرت علی در رسید مدت طولانی حضرت علی نگهبینش کرده است بعد که حضرت علی شهید شد خچیر در دست همین قیس غلطید در دست عبدالله ابن جعفر غلطید میگه علاقه خچیر کور شده دنداناش ریختگی های همین آدمی که یکی ایبویترین مردمی همون زمان بود با دستای خودش میگه این همین دانه ها را و چهار مغز مویز همی را در اغرق میکتیده نمیده کف در همون دهنی خچیر میدوخته است با خاطری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار آدمی با سخاوت بود بعضی ها گفتن همی های یک گروه دیگر گفتن نه گفتن قیس ابن سعد دیگه تره گفتن سخاوتش زیادتره وقتی جنجال و دعوا زیاد شد گفتن چی دعوا میکنه هر دش در همین مکه مکرمه هر دش حج اومدگی موزی میسنجیم شو امتحان میکنه معلوم بشه کی کیه یک شخص نزد عبدالله ابن جعفر فرستادن یک شخص نزد حضرت سعد قیس ابن سعد او یکی نزد عبدالله ابن جعفر اومد دید که حضرت علاقه شتر تیار کرده است باید سوار شود یعنی شتر از زمین خواب دیدم اومد گفت یا عبدالله من یک مسافر هستم مبلغم تمام شد از پول ندارم که نزد زن فرزندم برم و خاطر خدا یکو چی کمکم کرد گفت نام خدا را گرفتی شتر سوار شد اگه خودش باید سوار شود شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مولی عرب همین شترهای سرخمو بود شتر سوار شد خیزوندنش گفت در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه طلا او را خرجی رهد این گریف شتر اومد گفت این هدیه حضرت عبدالله ابن جعفر حتی نوما نپرسیده که تکی اینا طلا ها را هم داده خیلی گفتن این حضرت در قبل است کوبه استیم و قیس چی بگفته باشه او شخصی که نزد قیس ابن سعد اومد حضرت خواب بود است شب تا سحر در نزد خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود این فیرود کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه گفت سیدم گفت اوخی کروانی ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم گفت چی میخواهی گفت اوخی یک یقدم ممکنه همین حضرت اگه خودش باید سوار شود شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مولی عرب همین شترهای سرخمو بود شتر سوار شد خیزوندنش گفت در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه طلا او را خرجی رهد این گریف شتر اومد گفت این هدیه حضرت عبدالله ابن جعفر حتی نوما نپرسیده که تکی اینا طلا ها را هم داده خیلی گفتن این حضرت در قبل است کوبه استیم و قیس چی بگفته باشه او شخصی که نزد قیس ابن سعد اومد حضرت خواب بود است شب تا سحر در نزد خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود این فیرود کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه گفت سیدم گفت اوخی کروانی ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم
گفت چی میخواهی؟ گفت موقع یک یقدم ممکنه همین حضرت مقصد دستگیری میکنم. در همین کنج خونه یک خالطه دا طلا بود است، 1000 دینار. دینارش زلطای چروانی است، 1000 تا. گفت این میرم که برا انشالله همین دلم پرای که حضرت چی نمیگه، این میرم که برا. اون گریب خالطه را پشت کرد، 1000 تنگای طلا واز بینه. حیدر برمد ای بچه گفت یکون خرای اسبای یکون شترای نداره وقتی دورو میویایی خود پای پیاده بدم باید در دهن در اسبی قیسی به ساعت بستگی ای اسب با نام شهبا در این هم کتابایی که در برای اسبو می نویسن کن در تاریخ عرب اومدگی ای بهترین اسبی همون زمان حالی رم همی عرب سکیسککون ای همه اسبی بهترین است بعضیش هست مبلغ $1,000,000 تصور کنید اسبی که حضرت معاویه التماس کردمی سعده که بیا در 1000 در میلیون بفروش نفروختندش این بیچاره غلوم اگه جو میدونم گوی نمیره سوار شبره من اگه جو بطره خره خچه میکنم اسب سوار شد در پیشش تیلا را گرفت حی کرد اومد و پیش خونه خدا را مردم دیدن اسب همیش نختن اخی گفتن خلاص دیگه گم نیست گفت ولی خلاص نه این تیلا را مای همو اینه که خودش ندوده یا غلومش همه شک گفتن ولی صبر کنید همین شه سوارو بعضی چوندوزی هست و خدا قسم ای بچه هاشو اسب شد چورتر دوست میداره یا کسا نقل کردن یک همتری چوندوزه در سکراتی مرد و جایی که الله بگه گفته است که همون اسب ما بیارین یا باری دیگر ببینم همین میزنم کنم ببینم ولی که اون مردک چی عکسی میدوده باشه پیشین حضرت ای خواب میخیزه غلام پیشش میگه که حضرت خودت خوب بودی یک آدم اومدم تری تلبیدنی دیگه دلم نشید بیدارت کنم من هم خلطه را دادمش برفت گفت بسیار کاری خوب کردی بارکالله خیلی کاری خوب کردی خرسندم کردی گفت حضرت بارا بود برداشت گفت پای پیوده هم زورم نمیرسه یکون خرای خچی را بودیم من ایگه جو نمیون بیتیم بخوید همون اسب همونجا بستگی بود گفتم با سوار شا برا یعنی حضرت هم ایجوش رسک فرید خیست بچه این سفران با من دید که اسب نیست گفت وی غلام آزادت کردم با خدا قسم تا اینو در جوان مرتر بود هیچ وقت دیلم نمیشید که او اسبا بود این میرفتیم یکون چی میخریدم میدادم میشد این تا ایمه در با غیرت بوده آزاد همین شیر بچه میشه او خیلی پدر بعد همین که فرزم میشه ای مور بچه میشه اشتونه در سر تو بگیره بچه امام جوحیز خدا رحمت مغفرتش کنه قیسم میکنه در این بصره میگه یک آدمی سختی مرده بود است با درجه سختی اوخی در زمستون میگه ایو برف گرفته نمیشه یک آدم از کوفه خونش ده مهمان میشه یک آدمی که 3-4 سال همین مرد بخیل در خونه خودش جو کرده است او عزتش کرده است مقصد کتگی کرده در خونه همون زندگی کرده ولی نعمتش میگه ای با اومدن همون شخص میگه چنان خرسند شد که بشینه مردم بشینه صحبت برسونا چنان خرسند شد میگه دیگه با همون اومدن همون آدم که بچه شا فیراد کرد بچه جون این همی اماکی کتی اشنا شد این همی یک ولی نعمت ای خیلی جوان مردی کرده گه این مورا خیلی نونو نمک داده گیه با می برورا 10 دیرمش میته اکی این 10 دیرم با سوم امروزه همی دقل کرده بگیم $100 بچه هم میگه برای یک گوشت خوب بخر بیار یک خوراک خوب بپزه و می امکتا میمونداری کنه این بچهش هم پولا گرفته برو اومد چند مدت بیدرک پیشی نمیخونه نیست نه اصلش نیست نخست اومد دستاش خالی برد بعد گفت بچه خدا جوانا مرگت بکشه من خلاف عادت را سوم دادم تو چی در داری دست خالی اومدی اختش رای تر نگه داشتیم بچهش گفت که پدر گفتی که بهترین گوشت بخر گفت بله
من برآمدم قصابو را پرسیدم که همین گوشتی ای همه خوب گوشتی کیای یک آدرسم دادن ها یک کنجی بصره خستم رفتم خونه همون گوشت فروش گفتم اکا یا مهمونی اولی قدر داریم گوشت خوب ببرمته گفت یک گوشت میبرم میتمد مسکوی ملوی سبحان الله عادتا چیزا با چیزی از خودش بهتر قیاس میکنن آدمی به غیرت دیدیم شیرمرد میگن با شیر قیاس میکنن اون شیر زوره اوه مادام که ای گوشت مسکه خوب باشه ببروی مهمون یا برو اگر مسکه بخرم پرسیدم که این مسکه خوبه کی میفروشه در جای یا آدرس دیگه دادن در این پرایشه زدیم اومدیم اکا یا مسکه مو بده مهمون داریم مسکه تازه هم بده گوز یا مسکه میتم اصل وری شدی این بوی مسکه را با اصل قیاس کرد خیلی اگر یا برو با همون مهمون اصل بخرم اصل فروش سراغ کرده میگه یفتیم اکا مهمون داریم اصلی تازه هم بده آزی گفت یا اصل میکشه میتمد آواری روشن الله اکبر اوی اوورد اخیر آب قطع قیاسش کرد ای همشه که آب خوب باشه الحمدلله در دهن در خونم چشمه نازنین کوزه را پری آب میکنم در پیش مهمونم زدم میکنم با این بچهش نگه کرد پدر گفت بچم بارکالله حقیقتا فرزند حلال زاده بده این از 100% یقین کردم که طبع حلال زاده بده از حکیم کرد شاگرد سوال که مهندس کیست فرزند حلال میگه یک شاگرد از استادش سوال میکنه که همین فرزند حلال زاده چه فرزنده میگه گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه استاد گفت که حلال زاده فرزندی را میگن که آیسته آیسته مثل پدرش میشود چندگاه گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر شاید در جوانی بعضی قلقای داره که خیلی جوانی از شعبه دیوانگی هست اما هر قدر که خچه پر کرد همون قدر شبه پدر شدن میگیره ورنه حال او بر این معنا گواست دست از او بکشل که فرزند زین است اگر مانند نباشه امی تبکن میگه او حلال زاده ای نیست آفرین حقیقتا حلال زاده بوده نه که بچم فکر نکردی ای پرای شهر و ای پرای شهر ای پرای شهر و ای پرای شهر اوخی به هم فکری پوپوشی تا نکردی که خورده بشوه او زمانو پوپوشی قیمت بود گفت پدر وقتی گفتی با همی امک تبخر گفتم مایده سر زیافت همی بخیره کن پوپوشی همی را پوشیده برم طرفه شاگرده که در حیرت کرد این بسیار مهمه برادر باید پدرها برای فرزنداشون نمونه باشند در اینجا ایستادگی یک کس زنگت میزنه در پیش بچه‌ات میگه که بچه من در جنبول گشته استم اما بچه ایتی چی یاد میگیره میگه خیلی دروغ ممکن بود است پدرم گفته است هر پدر برای فرزند اتوریته ای چی کاره نباشه به خدا قسم عادتا کودک‌ها با پدرشون تقلید بکنن میخوایم فرزندای خوب باشن ما خودمون باید خوب باشیم مرد باشن ما خودمون باید مرد باشیم خداوند برکت بده آمین ایشان یعقوب شورا الحمدلله خونه شما رفتگی در اون قمت با برادراش هم آشنا هستیم خدا رحمتی پدرش هم خوب میشناسه همین آدم حقگو و حقجو بود دیگه نمیکرد کی چی همین گپا رو که روز در روی آدم میگفت خداوند رحمت مغفرتش کنه پروردگار خیرات احسانات شما درگاهش قبول کنه فرزنداش هم که فرزندای با غیرت خوب قبول کنه پروردگار برادرای را که در این محفل خیر شکر دارن از جمعی بلا و افات عزیز و سلام عاقبت کارمون به خیر انجام بده پروردگار رو با دعوهای بندگیت با دعوهای امتی حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم با دعوهای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه مستقیم بدن برامون نصیب بکنه خداوند عاقبت امورمون به خیر انجام بده پروردگار رو فیض برکات و خیرات خویش رو در این منزل در این محفل در این شهر در این دیار در تمام ممالک مسلمان نشین خاصتا در خاندان برادرایی که در این محفل خیری ما شرکت دارن نازل فرمایید خداوند به خاطر این ساعت که ان شاء الله من یقین دارم ساعت
اجابت دعاست. کی میدونه چقدر ملائکه در مجلس خیری ما شرکت. پروردگار ارواح گذشته‌هامون رحمت و مغفرت بابای رئیس هم نصیبت داره، هم فرزندش از دست داده، هم جیانش خداوند براش صبر جمیل عنایت فرما و رحمت و مغفرت کرد. حضرت الله رحمه پسر عمل کرد. پروردگار با بیماران شفای کامل عاجل عنایت فرما. خداوند و بیزنان صاحب زنی صالحه گردان. پروردگار با بی فرزند و فرزندای خوب و صالحه نصیب روزی بگردان. خاصتا برای قاری احمد جان. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم. به قرض دارو را از بلای قرض نکنیم. شخصایی را که امکان دارن قرض نمیتن، خداوند و ایمانشون به جوش بیار که روز قیامت پیش نظر بیارن که ساعت میشوه که حتما ایو قرض پرسیده میشوند، ساعت میشوه که رو شانسیان میشه که فایده و منفعتشو ندارن. خداوند و ریش سفیدامون در عوض هر مویی که در اسلام سفید کردیم فرد روز قیامت براشون یک نور و یک پروژکت می‌دهیم. پروردگار جوان مردا را غیرتشون از زیاد کرد که هم خدمت پدر و مادرها را کنن، هم فرزندا را تعلیم و تربیت کنن. خداوند و جوانامون غیرت بده که تقلید به علموشان، تقلید به قاریا داشته باشن، تقلید به علما داشته باشن. پروردگار امید و رحمت شفقتی تو داریم. روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از عمل نیکی امتانش همیشه شاده مسرور نگه دارد و فرد روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دیدار بی‌مثال با نصیب و نشان داد. الله شما خودی